حضور. انسان‌های هم فرکانس همدیگر رو پیدا می کنند، حتی از فاصله های دور، از انتهای افقهای دور و نزدیک. انگار یه جایی نوشته بوده اینا باید توی یه مدار باشن. یه روزی یه جایی هست که باید با هم برخورد کنن. اون وقت میشن همدم، میشن دوست، میشن رفیق، اصلا میشن همشکل. مهرشون خالی میشه از همه، حرفاشون میشه آرامش، خنده هاشون میشینه روی تاقچه دلتون. نباشن دلتنگشون میشی، هی همدیگر رو مرور میکنین، از هم خاطره میسازین و مدام گوش به زنگ حرفا و ایده های همدیگه هستین. و در آخر یادمون باشه حضور هیچ کس اتفاقی نیست.